من یسنا پیامنیا هستم، دانشجوی کارشناسی برق دانشگاه فردوسی مشهد، عضو اصلی شاخه REEE. این قسمت از برنامه الکفیوچر با دکتر جنیدی قرار صحبت داشته باشیم. اول یه توضیح راجع به برنامه بدم. الکفیوچر یک لایو اینستاگرامیه که با فارغ التحصیلای رشته برق از دانشگاه فردوسی صحبت میکنیم و حالا ادامه این رشته براشون چطوری بوده، چه بازار کاری وارد شدن، چجوری ادامه تحصیل دادن، حتی کجا، چون از جای ایران و دنیا در واقع ما مهمون قرار داشته باشیم. بعد از 3 سال دوباره این برنامه رو شروع کردیم و امروز اولین قسمت بعد از 3 سال هستش. با دوستان صحبت میکنیم، از تجربیاتشون میشنویم، از مسیر ادامه تحصیل و کاری که پیش گرفتن. خب این قسمت در خدمت دکتر جنیدی هستیم. اگه ارتباطتون باشون درست بشه. سلام، احوال شما؟ خوب هستیم، مرسی. اگه شما خوبین؟ متشکرم. سلام میکنم به شما و همه کسایی که دارن لایو رو نگاه میکنن و خیلی خوشحالم که در خدمت هم دانشگاهی‌های جدید هستم. بعد از فکر میکنم حدود شما ورودی‌های 16 سال بعد منی. آره. خب اگه اجازه بدین اول اگه ممکنه خودتون رو معرفی کنی، یه توضیح مختصری در مورد این چند سالی که تو رشته برق فعال بودین برامون بگین. من محسن جنیدی هستم، ورودی 1384. بعد توی دوران دبیرستان یک دانش آموز خیلی معمولی بودم با معدل دیپلم 16 و 70 زدم. بعد توی دانشگاه هم همینطور معدلم معدل کلم 14 و 80 بود در نهایت. ولی دیگه اون سال آخر دانشگاه این چی شده، بیشتر از ریسرچ و از درس بیشتر خودم تو رفتم جلوتر بیشتر خوشم اومد. یعنی نسبت به موقعی که دانش آموز بودم، نسبت به اول دوره لیسانسم مثلا که ترم اول شاید خطر مشروطی بالا سرم بود، بعد این به مرور خیلی چی شد، بهتر شد. بعد توی دوره لیسانس آخر المپیاد برق هم شرکت کردم. یعنی دانشگاه فردوسی 2 نفر رفتن المپیاد برق، یکی من بودم، یکی هم شاگرد اول معدلا بود. بعد دیگه برای ارشد رفتم شریف و دیگه 2 سال شریف بودم برای ارشد و بعدم که اومدم آمریکا و فلوریدا دانشجوی پی اچ دی شدم و الانم توی شرکتی کار میکنم توی آریزونا، شهر توسان، جنوب غرب آمریکا. یه ایالت خیلی خاص و طبیعت خیلی خاصه و که زیادم شلوغ پلوغ نیست، جای خیلی در من خلوتی اینجا سر کار میکنم. بسیار عالی. خب اول برام بگین چرا مهندسی برق انتخاب کردین؟ یعنی از قبل بهش علاقه داشتین؟ چی شد که اصلا وارد این نه تو ایران خودتون میدونید چجوریه دیگه، بر حسب اینکه رتبه چند شده باشه تو کنکور تقریبا همونجوری داره چیزای تاپ میرن و حالا من شانس آوردم که توی مسیر از برق خوشم اومد. خب ولی بعضی این شانس رو نمیارن و شاید یه نفر عمرشون هدر بدن.
برای از همون اول خیلی باید دقت کنن. حالا زمان ما شاید بهتر بود، با از مجبوری مثلا رتبه‌های تاپ تجربی میرفتن پزشکی، رتبه‌های تاپ ریاضی میرفتن بعد، ولی الان فکر میکنم که بهتر شده، علاقه مهمتر شده و اینکه این علاقه رو از قبل بشناسن هم خیلی کمک میکنه. خیلی عالی. خب اگر ممکنه بیشتر راجع به دوره کارشناسیتون بگین که براتون چطور گذشت، چه چالشایی داشتیم اینجا، چون از دانشگاه فردوسی شروع کردیم دیگه درسته؟ اول بگم که این لایو چجوری شد. من برای عید برگشته بودم ایران و یک سر اومدم دانشگاه، توی راهرو برداشتم راه میرفتم و خاطرات رو مرور میکردم و اینا، جلوی کلاسی رد شدم که دکتر لطفی داشت درس میداد. بعد همونجا دکتر لطفی پشت پنجره من رو دید، یه لحظه اومد بیرون و به من گفت که کلاس بعدی خودت بیا سر کلاس با بچه‌ها صحبت کنیم. اونجا من 1 ساعت سر کلاس بودم و صحبت کردیم و همونجا قرار شد که بعد اون جلسه که یه همچین لایوی هم داشته باشیم. حالا دوره کارشناسی چالشات این بود که تو دوره است که خیلی جوونیم و دیسترکشن و اینجور چیزا خیلی زیاده و خیلی شاید اونجا که باید درس نخونن یا عمقی مطالب رو یاد نگیرن، شب امتحانی باشن. این حالا ممکنه از این باشه که علاقه نداشته باشن یا اینکه علاقه داشته باشه دیگه اینقدر توی چیزهای دیگه مشغول باشه که وقت نذاره. ولی تجربه خودم داشتم این بود که سر کلاس رفتن خیلی خوبه، یعنی در هر صورت، یعنی هرچی هم هر حتی مثلا ترمینال هم ننوشتیم یا سر کلاس رو بریم و شاید حالا تمرین من نمیدادم یا اینکه مثلا معدلم کم بود، ولی شاید تو کل 4 سال 10 جلسه من غیبت نداشتم سر کلاس ها. همیشه سر کلاس میرفتم حداقل همونجا چیزی یاد بگیرم، چون میدونستم که بعدش قرار نیست اونقدر وقت بذارم. و یه چیز دیگه هم این که به جزوه استادم اکتفا نکنم، بعد مطالبی که دوست دارن برن تو ویکی‌پدیا، حتی ویکی‌پدیا، کتابای دیگه اگه بتونید توی این دوره یه مقاله چیزی نگاه کنید، اینا خیلی کمک میکنه. درسته. خب از چالش ها برامون بگین، اصلا چی شد که تصمیم گرفتین ارشد رو ادامه بدین، چی شد که تصمیم به ادامه تحصیل گرفتین؟ چون یکم بحث هست سر این موضوع که واسه ارشد ایران بمونیم، از ایران بریم سراغ کار، اصلا ادامه تحصیل داشته باشیم نداشته باشیم. از اینا برامون بگین چی شد که شما تصمیم به ادامه تحصیل و خوندن ارشد گرفتین؟ حالا من تو توصیه اینا دیگه نمی‌کنم، فقط داستان زندگی خودم رو پس بگم که من راستش اون سال اول دوم لیسانس اصلا فکر نمی‌کردم که مثلا من ارشد بتونم قبول شم. بین این مثلا حالا اون کسایی که اومده بودن برق فردوسی همشون حرفی برای گفتن داشتن، همشون قوی بودن، یه احساسی می‌کردم که مثلا من تو اینا اونقدر قوی نیستم اون سال اول. و مثلا اینکه حتی اینکه مثلا همون فردوسی بتونم ارشد بمونم و مثلا ادامه بدم، اون زمان برام خیلی بود، میگفتم نه مثلا من همچین چیزی هم شاید نتونم. ولی به مرور، همینطور گفتم، به مرور یه علاقه ایجاد شد، خصوصا به ریسرچ. موضوعات رو مثلا نگاه میکردم، دوست داشتم من مثلا مقاله بدم یا مثلا بحث چیزایی که سر کلاس بود و از بقیه جا نگاه میکردم، راجبش فکر میکردم. این بود که کم کم این علاقه ایجاد شد. شد که من برم ارشد بخونم. خب سوال دیگه که خیلی از بچه‌ها مشتاق بودن جوابشو بدونن اینه که حالا تو دوران تحصیلتون چه کارشناسی ارشد
حالا جدا از اینکه خب بالاخره درس‌های اصلی هست و باید اونا رو یاد گرفت، مهارت‌هاشون و اینا، چه مهارت‌های خارج از این درس‌ها شما یاد گرفتید؟ حالا میخواد از نرم افزارهای مختلف باشه یا مهارت‌های خاص؟ از اینا بهمون بگید لطفاً. اون زمان من الکترونیک خیلی علاقه داشتم و فکر میکردم که برای ارشدم برم الکترونیک. حتی اون زمان میکروکنترلرها خیلی رو بورس بود، AVR بود، PLC بود، اینا رو یاد میگرفتم و زبان‌های برنامه‌نویسی شو و بعد مطلب دیگه، چیزی که همه مهندسا باید بلد باشن، این مطلب و قشنگ فلوئنت بلد باشن. من از همون زمان کارشناسی شروع کردم و البته توی ادامه خیلی بهتر شد دیگه، توی مستر و PhD حالا چیزی دیگه هم اضافه شد، مثلا یکم پایتون یاد گرفتم، چیزی دیگه اضافه شد، ولی مطلب چیزی بود که از اول بود، همین الان هم هست. درسته. خب در کل این چون میخوایم حالا قسمت بعدی راجع به اپلای و ادامه تحصیل در خارج ایران صحبت کنیم، این قسمت اگر نکته‌ای هست راجع به این دوران تحصیلتون تو ایران، اگه توصیه‌ای برای دوران تحصیل توی ایران چیزی که میخوام بگم نه اونو چی اون دیر لازم اون توی دوران تحصیل ایران ببین چی شد که تصمیم گرفت از حالا برای ادامه خارج از ایران انتخاب کنید؟ اون زمان باید مثل خیلی دوباره خود تاپ ترین ها بودن توی اون شریفم و باز اون موقع فکرشو نمی کردم، ولی باز همونجا همون اتفاق کم کم افتاد و دوباره شروع کردم پیپر دادن. دوباره اون ترم یک شریف خیلی سخت بود و در تو با این چیزی من خواستم بگم فراموش کردم، یه چیزی پیش اومد، این که توی مستر و خود لیسانس خیلی مهمه که بیس رو بسازم، یعنی چیزی که یاد گرفتم، خصوصا من چیزی که توی شریف یاد گرفتم هیچ وقت دیگه اصلا فرصتش نشد که مثلا توی PhD خواسته باشم اونا رو مرور کنم یا برای یادگیری. دوران PhD دورانیه که دیگه تقریبا مثل کاره، مثلا یه پروژه‌ای به شما دادن و فوکس روی یه چیز خیلی خاصیه و فرصتی موجود نیست که خواسته باشیم یه چیزی رو خیلی اساسی بیس یاد بگیریم. ولی این همین دوران لیسانس و دوران مستر جایی که باید اون بیس خیلی خوب ساخته شه. درس پایه لیسانس که تو فردوسی استاد خیلی خوبی هم داشتیم، مثلا مدار، مثل الکترونیک، جبر خطی، اینا چیزایی که اگر که شما تو دوران لیسانس خوب یاد گرفتیم وگرنه خیلی نکنید بعدا بتونید که اونجور پایه یاد بگیریم. و اون این چیزی که باید خیلی روش وقت بذاریم. یه ادامه سوالتون چی بود؟ در مورد اپلای پرسیدم چی شد که تصمیم گرفتیم برای ادامه تحصیل از ایران بریم؟
دلایل خیلی بعضی شخصی دارن، بعضی مثلا دوست دارن که یک تجربه جدیدی داشته باشن، یه بازار کار بهتری داشته باشن، یه ترکیبی بود از همه اینا. و اینکه مثلا استادی که من توی شریف باش کار میکردم، اون خودش اصلا پیگیر شد، اون خودش معرفی کرد حتی جایی که میخواستم برم و خودش لینک کرد، خودش ریکامندیشن داد، صحبت کرد. اینجور لینک هم خیلی کمک کرد که من مثلا برم دنبال کارا که مثلا مدارکمو جور کنم و کاراشو بکنم که حتما برم. یعنی یه افر خوبی هم بود. درسته. قبل از اینکه برای اپلای بخواین اقدام بکنین توی ایران هم مشغول به کار بودین؟ یعنی تو هیت تحصیلیتون مشغول به کار بودین یا مستقیم برای اپلای رفتین از ایران؟ نه کاری نبود. خب مثلا من یک پارت تایم کار میکردم تو ایران، ولی حالت بیشتر سرگرمی داشت و نه تجربه کاری من به اون صورت تو ایران ندارم که بخوام از نظر کاری ایران و آمریکا رو با مقایسه کنم. حالا توی خود آمریکاشو میتونم یه چیزی توضیح بدم، چیزی که خودم دیدم، دوستام دیدم یا میبینم، ولی در واقع مقایسه نمیتونم چیزی بگم. درسته. خب حالا دلایلی که برای ادامه تحصیل در خارج از ایران گفتید، جدا از اون چرا آمریکا رو انتخاب کردید؟ یعنی خب کشورهای دیگه هم هستن که حالا هم از رشته برق استقبال میکنن، هم خیلی شرایط دیگه دارن، چرا آمریکا؟ اینم به چیزی بود که من شاید اونقدر ریسرچ نکردم، مثلا من کشور دیگه یا اپلای نکردم. توی آمریکا هم تقریبا جایی که اومده بودم و سکیور کرده بودم چون یه آفر خوبی بود. اومدم و یعنی نمیدونم، شاید برگردم عقب، شاید برم ریسرچ کنم که ببینم که شرایط بقیه کشورها چه دیگه. ولی اون موقع تو هم کلاسی من اونجا به همه میرفتن آمریکا، یه جور بود که زیاد فکر نمی‌کردم به بقیه کشورها برای اپلای. و بهترین دانشگاه هم، حالا من تو دانشگاه خیلی تاپ نرفتم ولی بهترین دانشگاه اینجا بود، خیلی برای اون میومدن و بعد خیلی امکاناتی دیگه هم اینجا بعدن دیدم که هست توی آمریکا. مثلا خیلی کنفرانس ها تو خود آمریکا سطح دانشگاه در کل خیلی خوبه اینجا. دانشگاه مثل ایران حتی سختی نیستن، یعنی اینجوری از لحاظ امتحان و اینا توی ایران واقعا سخت بود. این توی آمریکا شاید تو مثلا استنفوردش سخت باشه، خب ولی در کل چیزی که من دیدم نه خیلی ساده میگیرن. مثلا خودم مثلا تی ای بودم که تی ای دانشجوی لیسانس بودم، میدیدم مثلا سوالای امتحان چقدر آسونه و چقدر میگن خوب تصحیح کنین، نمره همه خوب، در صورتی مثلا اصلا بهشون سخت نمیگیرم. درسته. خب حالا برامون از مراحلی که طی کردین برای اپلای بگید، از کجا شروع شد، چه کارهایی انجام دادین؟ در کل دانشگاه آمریکا اینجوریه که شما باید یک ادمیشن بگیرید در دانشگاه اول. خب یعنی قبل از اینکه با استادت رو صحبت کنین، یعنی با خیلی استادا ایمیل بزنین، میگن که اول ادمیشن تو بیار نشون بده که دانشگاه ادمیت شد. بعد دانشگاه ادمیشن گرفتیم که اونم مراحل مشخصی، مجلی زبان میخواد و جی آر ای میخواد و یک اس او پی میخواد و مثلا ریکامندیشن میخواد. این مدارک رو باید داشته باشیم که دانشگاه به شما ادمیشن رو بده. بعد ادمیشن که باشه شما میری پیش، یعنی ایمیل میزنید به استادا یا اون مسئولی که تو دپارتمان هست که تی ای رو میده،
که میگه که برای من یه فاند در نظر بگیر، یا یعنی یه جوری شما باید فاند رو نشون بدین. خب این فاند یا از دانشگاه اومده که تویشن شما ویو میشه، تویشن ازتون نمیگیرن و یه هزینه زندگی هم دارین و این میشه مدرک فاند شما برای سفارت. یا اینکه بانک استیتمنت، یعنی میگی من تو حساب بانکی و پول هست که سفارت به شما ویزا بده. شاید 90% 95% کسایی که من اینجا دیدم، شاید حتی بیشتر، کسایی که دیگه فاند رو گرفتن، یعنی از خود ایران صحبت کرده بودن، یه فاندی داشتن و اون مدرک اون فاند رفتن سفارت. در صورتی که اگه بخوام مثلا سلف فاند باشن، هزینه‌های آمریکا خیلی زیاده، خیلی نیستن آدمایی که بتونن از پس اون هزینه در بیان که خودشون بخوان سلف فاند باشن. درسته. یه سوال دیگه هم که بچه‌ها داشتن در مورد ساختن رزومه بود، یعنی این مراحلی که برای ساختن رزومه شما طی کردین، کار خاصی لازمه انجام بدن، یک مهارت خاصی باید حتما ذکر بشه، یا همونطور که گفتین مثلا تحقیقات خاصی انجام بدن؟ از اینا برامون بگین. رزومه برای کار خیلی حساس تره، یعنی وقتی شما سر کار برید رزومتون خیلی بیشتر نگاه میکنن تا ایژوکیشنتون، تا معدلتون. ولی موقعی که میخواین اپلای کنین اونقدر نگاه نمیکنید که شما چه مقاله‌ای دارین یا اینکه مثلا حالا چه مهارتی، چون قراره که توی تحصیلتون مهارت‌ها رو کسب کنید دیگه. ولی بازم یه رزومه خوب پوینت مثبتی هست برای ادمیشن گرفتن، خصوصا موقع قسمتی که وقتی بخواید فاند بگیرید، یعنی اون مسئولی که داره به شما ادمیشن اولیه رو میده باز شاید اونقدر نگاه نکنه به رزومه، ولی اون استادی که میخواد به شما فاند بده خیلی دوست داره که مثلا شما از قبل یک چیزی بلد باشین، یک پیپر داشته باشین که به شما فاند بده، در صورت اون فاند هم نیاز داره دیگه در حال برای سفارت. اینه که استادا چیزی که نگاه میکنن شاید نرم افزارهای خیلی مربوط باشه، یعنی شما اگه دوست دارید مثلا با استاد خاصی یا توی زمینه خاصی کار کنید حتما باید یک مهارتی داشته باشین توی حالا نرم افزار خاص، یا اگر بتونید، حالا دوران لیسانس سخته ولی اگه مستر ایران بودید تو مستر حتما یک چند تا پیپر داشته باشید که استاد بدونه که پیپر نوشتن و بلدین، ریسرچ و بلدین، یا توی این تاپیک مثلا این کمی دیپ شدین که کار کنین و این توی فاند گرفتن خیلی تاثیر داره. درسته. حالا برای دوستانی که مثل شما قصدشون ادامه تحصیل در آمریکاست، بیشتر راجع به این ادامه تحصیل در آمریکا بهمون بگین، یعنی حالا تفاوت‌هایی که یکی دو بار اشاره کردیم، ولی خب تفاوت‌هایی که دیدین، حس کردین بین ایران آمریکا تو دانشگاه، تفاوت فرهنگی حتی، از اینا برامون بگین. آره یه کمی میشه زندگی شخصی که اینجا آره اولش یه شوک بزرگیه، مثلا شبیه یه سیاره دیگه است. یعنی شما وقتی که تو خیابون راه میرین تقریبا حتی مغازه ها نمیدونین هر کدومشون چه مغازه‌ای مثلا اونا چی هن، نگاه هایتون عمق نداره، یعنی همه چی براتون جدیده، مثل یه بچه‌ای که تازه به دنیا میاد که اصلا نمیدونه داره به چی نگاه میکنه، همچین حالتیه. و تفاوت‌های یکی زبانه که خیلی باید قبل از که میان کار کنن روش، وگرنه اینجا خیلی اذیت میشن. حالا بعد از اون توی دانشگاه همونطور که گفتم خیلی آسونگیرن، یعنی از لحاظ خود کورس‌های دانشگاه اصلا مثل ایران نیست که شما همه وقتتون رو کورس دانشگاه بگیرین، آخرش هم استرس داشته باشین که امتحان مثلا چرا سخته.
نه کورسا خیلی آسونه و تمرکز بیشتر روی مثلا حتی دوران لیسانس هم من میدیدم دانشجوی لیسانسی که اونجا بودن بیشتر روی پروژه هاشون وقت میذاشتن، پریزنتیشن هاشون وقت میذاشتن. اون کورسی که آخر داشتن اینترنشیپ بود یا یه پروژه در نهایت داشتن، اون میدیدم که خیلی وقت میذارن که من مثلا توی ایران همچین چیزی ندیده بودم. درسته. خب حالا یه سری تفاوتایی که گفتیم که خیلی جدید بود و خیلی یعنی فرق داشته با ایران، بگین که چطوری براتون گذشت، چطوری باش سازگار شدین، چه پروسه‌ای رو طی کردین؟ آره توی آمریکا که قانون خیلی چیز مهمه و همه یه جوری که میگه قانون چجوری، خصوصا باز مهاجرا واقعا مثلا من شاید خودم اونجوری نباشم، توی ایرانی‌ها خیلی می‌بینم که حساسن که این خلاف قانون نباشه، اینجا مثلا مشکلی برامون پیش نیاد، این کارو نکنیم، این کارو بکنیم. و حالا یک تفاوتی هم که هست که بین آمریکا و کشور دیگه، همین از لحاظ سختگیری خیلی سختگیرترن اینجا. همین چیز کوچیک میگم، مثلا همه جای دنیا شما میتونید تو خیابون مثلا یا توی رستورانی که کنار خیابونه مثلا مشروب بکنید یا توی لب ساحل مشروب بکنید، ولی تو آمریکا این تمام مکان‌های یک همچین چیزی ممنوعه. خب و این مثلا ممکنه مشکلاتش مثلا فکر کنید تو ذهنتون که آمریکا مثلا یک آزادترین کشور دنیا و این چیزا، نه همچین چیزایی نیست. شاید آمریکا خیلی بیشتر نزدیک باشه به ایران تا به اروپا. درسته. خب توی این قسمت حالا از اپلای دیگه میخوایم بگذاریم، توصیه‌ای برای دانشجوهایی که از ایران آمریکا دارن ادامه تحصیل میدن، چه توصیه‌ای براشون داریم؟ خب آمریکا یک سختی که داره دوریشه دیگه. خب یعنی خودشون رو آماده کنن برای روزای سخت. و من خودم اولین باری که برگشتم ایران 7 سال طول کشید. یعنی 7 سال هیچ کدوم دوستای قدیمی، خانواده، یعنی هیچ کیو من تو 7 سال ندیدم. بعد همین تفاوت فرهنگی، خب خودشون رو آماده کنن حالا یک چیزایی از فرهنگ آمریکا یاد بگیرن. من خودم وقتی اومدم اصلا هیچی بلد نبودم، همه چی برام جدید بود. این هالووین شده بود، میگفت اینا شده اینجوری، هم مثلا یک موج اومد سر کلاس نشست گفته این اصلا نمیدونستم که این داستان هالووین مثلا چه. مثلا الان فکر کنم خوبه، الان تو ایران فکر کنم این جشنا رو میگیرن، همه چی رو الان بچه‌ها الان بلدن، فرهنگ‌های مختلف جای مختلف دنیا رو بلدن. من خودم هیچی نمیدونستم و مثلا از این چیزا خیلی پیش میومد دیگه. یکی دو سال اول که مثلا در مورد چیزی که همه میدونن مثلا تو هنوز هیچ ایده‌ای نداری که این چیه. اگه میخوام بیام آمریکا، حتما یعنی از قبل آمریکا رو دوست داشتم و با علاقه میان آمریکا و حتما این چیزا رو بلدم. ولی اگر که نمیدونن، داره بیشتر با فرهنگش آشنا بشن. و همینجور گفتم زبان دیگه، برای اینکه راحت‌تر اینجا کناریام همه چی از قبل زبان خیلی خوب بلد بشه. درسته. حالا اگه موافق باشین وارد بحث بازار کار بشیم و راجع به موضوع بیشتر صحبت کنیم. بهمون بگین که خب حالا شما بعد از اینکه از ایران رفتین و حالا مدرکتون رو گرفتین، مشغول به کار شدین، بگین چه تجربیاتی از قبل داشتین که کمکتون کرد اونجا راحت‌تر بتونین شغل مناسب به رشته‌تون رو پیدا کنین؟ اینجا کاری که کردی توی پی اچ دی و ریسرچی که کردی خیلی مهمه برای پیدا کردن کار. اینجوری نیست که خیلی بی ربط باشه.
اون مهارت ها یعنی اینقدر کار زیاده، مثلا شرکت های زیادی اینجا هستن که به هر حال اون مهارتی که خیلی به شما مچ باشه پیدا میشه. با این یه خوبی بازار کار آمریکاست. و اینکه دنبال مثلا من خودم به شخص خودم من مثلا توی لیست دارم پی اچ دی چیزای مختلفی کار کردم، ولی مثلا سال آخر ماشین لرنینگ و کامپیوتر ویژن و اینا مثلا کار کردم. توی موقع کار خیلی رقابت شدیدی هست تو این حوزه. اگر میخوام که توی این و خیلی درآمداش هم خیلی خیلی بالاست. این هم یه خوبی آمریکا نسبت به بقیه کشورها است که مثلا درآمد 300,000 400,000 تا مثلا فکر نمی‌کنم تو هیچ کجای دنیا دیگه باشه برای کسی که تازه فارغ التحصیل شده. اون رشته توی اون زمینه‌هایی که خیلی کامپتیتیوه و همچین درآمدی هست. برای کسایی که میخوان تو اون زمینه کار کنن حتما باید توی اون سال آخر پی اچ دیشون خیلی خوب کدینگ یاد بگیرن، کدینگ و آماده مصاحبه شن. این مصاحبه آماده شدن برای اون رول ها یک پروسه حداقل 6 ماه است. شما مثلا اگه بخوان شرکت خیلی خوبی مثلا تو کالیفرنیا که خیلی رقابت شدیده براش آماده بشین، باید حتما چند تا مهارت رو، اگه یکیش مهمترینش برنامه‌نویسیه، چند ماه آماده شین. مثلا یک وبسایت هایی هست که سوالای مثلا آمازون، سوالای گوگل، سوالای جای مختلف رو که توی اینترویو هاشون هست، این سوالاش توی این وبسایت هست leetcode.com که بچه‌ها اینجا میان و این سوالا رو حل میکنن، آماده میشن برای مصاحبه. که اینو میخواستم بگم و رفت من چیزایی که پرسیدم یا توی ذهنم باید از بینم. در کل بازار کار فکر میکنم توی آمریکا خیلی بهتر باشه. آره بازار کار آره توی آمریکا خیلی به نظر من بهتر باشد. بلکه جو دنیا که جو میبینم که خیلی ها دوست دارن اپلای کنن برای کار بیان آمریکا، ولی ویزایی که برای کار میدن ویزا H1B یعنی همون بگیم همون ویزای کار خیلی سخت دادنش. یعنی کسی که تحصیلش خارج آمریکا بوده خیلی مراحل سختی داره که برای کار بیاد تو آمریکا. یعنی اون کسی که میخواد استخدامش کنه باید نشون بده که من توی آمریکا همچین کسی رو کردم و مجبور شدم که اینو بگیرم. یعنی اینو باید اثبات کنه. خیلی اصلا دوست ندارن که همچین پروسه‌ای رو طی کنن و وقتی هم که بیاد اینجا باید برای گرین کارت اسپانسر بشن و دردسرش بالاست. برای همون شرکت ها دوست ندارن که از خارج آمریکا استخدام کنن. یعنی این که کسی فکر کنه که برم حالا یه جای دیگه درس بخونم بعد برای کار برم آمریکا خیلی راه سختیه. اگر آمریکا میخوان کار کنید باید حتما تو خود آمریکا تحصیل کرده باشید. حالا وقتی تحصیل میکنید شما به شما یه دوره میدن OPT که من خودم چون اون نشد دقیقا نمیدونم، ولی به یک بازه چند ماهه هست که شما فرصت دارین که کار بکنید و بعد برید اونجا سر کار و اونجا امید داشته باشین که اینا فول تایم هایر کنن شما رو و از طریق اون هم گرین کارت بگیرین. یک پروسه خیلی طولانیه
ولی دانشجوهایی که اینجا میبینم خیلی هاشون تو دوره خود پی اچ دی، خود من همینجوری بودم، تو دوره خود پی اچ دی برای پروگرامی اپلای میکنن NIW National Interest Waiver که از توی همون دوران پی اچ دی شون میتونن گرین کارت بگیرن و این راه خیلی راه آسان‌تریه، سختیش کمتره. یعنی شما فکر کنید که مثلا 5 سال 6 سال 7 سال درس خوندین و بعد از خواسته باشین کارم بگیرین و با سر کار برین، دوباره مثلا ممکنه 5 سال دیگه شما هنوز گرین کارت نداشته باشین و با اون مثلا 5 سال اولی که درس خوندین مجموعاً 10 سال مجبور باشین تو آمریکا باشین و ورود و خروج شما با آمریکا خیلی سخته. ولی اگر که بتونید توی دوران پی اچ دی تون از اون پروگرام NIW استفاده کنید و گرین کارت بگیرین، کارتون خیلی آسان تره. که لازمه اینه که شما همین مثلا وقتی که خصوصا مستر هستین شروع کنید به چند تا پیپر دادن، یعنی چند تا مقاله فوق لیسانستون، بعد بتونید با استفاده از سایتیشن هایی که اون داره و اون کرایتریایی که اونا دارن بعدا بتونید گرین کارت اپلای کنید. این چیزی که من توصیه می‌کنم که کسی که میخواد بیاد آمریکا این راهو بره، وگرنه بقیه راهها خیلی سخته، مگر اینکه کسی خواسته باشه مستر بیاد. خب این فرق داره. اگه کسی خواسته باشه فقط برای فوق لیسانس بیاد آمریکا، خب چون که دورش 2 ساله، تو این 2 سال هم احتمالاً رزومه اونجوری نداشته که بتونه NIW بتونه اپلای کنه و بعد اون 2 سال بره سر کار. حالا ممکنه 2 سال 3 سال بعدش گرین کارت بگیره و مثلا ممکنه تو 5 6 سال ماکسیمم 7 سال بعد گرین کارت رو داشته باشه. اینم راه خوبیه، یعنی که کسی که مستر بخواد بیاد برای کار بره و کسی که پی اچ دی میخواد بیاد از اول برنامه‌اش یه جوری بریزه که NIW بگیره، وگرنه کارش سخته. بازم از تفاوت بازار کار که حالا توی برای مهندسی که زمین تا آسمونه، یعنی من توی خودم ایران که زیاد کار نکردم، ولی چیزی که من حس میکنم چون صنعتی توی ایران نیست و که مثلا من مثل من ایران اگه بخوام شغل خوبی داشتم اکثرا باید یه جای نظامی استخدام بشن. بعد ولی توی آمریکا بحث نظامی خیلی قویه و داره. علاوه بر اون دیگه صنعتشون صنعت خیلی استخدام شدن توی جای دیگه. حالا بفهم. بازم اگر توصیه‌ای هست میشنویم. یک قطع وصل میشه توصیه برای توضیح دادیم قبل از این راجعش، ولی بازم اگر توصیه‌ای برای دانشجوهایی که میخوان وارد بازار کار آمریکا بشن دارین، اونا هم میشنویم. گفتم بازار کار آمریکا بخوام خلاصه کنم این که آمریکا دانشگاه نرن و ولی میتونن اگه خارج آمریکا باشه
آمریکا اینجوری نیست که ببخشید یکم اینترنتمون قطع و وصل شد. صدای من هست؟ بله شما صدای ما رو دارین؟ آره تصویر شما این صداتون هست. خب داشتم من خلاصه کردم که کسایی که میخوام به آمریکا چه چیزایی در نظر بگیرن، این که اگر بازار کار آمریکا که خیلی جذاب هم هست و در نظر دارین، سعی کنید که تو آمریکا حتما درس بخونید، یعنی دانشگاه تو آمریکا رفته باشین. ولی برای کسایی که کانادا یا اروپا درس خوندن بسته نیست این راه، یعنی راهش سخت‌تره و باید یک اسکیل خیلی خوبی نشون بدن که اون کسی که میخواد استخدام کنه راضی بشه که شما رو بگیرن، با تمام دردسری که داره اون خارجی رو بگیره نسبت به اون کسی که تو خود آمریکاست. بس اولا توی خود آمریکا درس بخونین. دوران مستر، از روز اولی که شما مستر رو اسکیل‌های برنامه‌نویسیتون رو تقویت کنین و شروع کنین به مصاحبه گرفتن و تا قبل از اینکه فارغ التحصیل میشین حتما یک آفر خوب داشته باشین برای جاب که شما فارغ التحصیل شدین بلافاصله برین سر کار، چون توی آمریکا هزینه‌ها خیلی بالاست و شما نمیتونید مثلا بگید که من 3 ماه مثلا کار نمی‌کنم، مثلا مثل ایران نیست که مثلا بگیم میرم خونه بابام میشینم مثلا تا وقتی کار پیدا کنم تا برم سر کار. نه، شما باید قبل از اینکه فارغ التحصیل میشین کارتون رو پیدا کنین و خیلی‌ها فارغ التحصیل نمیشن چون هنوز کار پیدا نکردن، ادامه میدن و وقتی که کار پیدا کردن اون وقت به استادشون میگن که من کار پیدا کردم بذار فارغ التحصیل شم. و کسی که میخواد پی اچ دی ادامه بده، کسی میخواد پی اچ دی ادامه بده اگه مستر داره از قبل تو دوران مسترش پیپر زیاد داشته باشه، یعنی پیپر داشته باشه که بتونه بهش سایت بده که تو دوران پی اچ دیش NIW اپلای کنه که در انتهای پی اچ دی گرین کارت داشته باشه و با گرین کارت راحت‌تر بره سر کار و این مسیر راحت‌تری داشته باشه برای ادامه زندگیش. این کلا یک خلاصه از کسی که میخواد اپلای کنه آمریکا و ادامه مسیرش. دستتون در نکنه. مرسی. حالا اگه دوستان سوالی دارن کامنت ها بسته است، ولی از قسمت کوشن میتونم بپرسن. قبلتر از بچه ها پرسیده بودیم اگه سوالی از شما دارن بگم بهمون. یکی از سوالاتی که خیلی تکرار شده بود محدودیت سنی بود، یعنی چند مورد بودن که میپرسیدن که حالا مثلا چندین سال از فارغ التحصیل شدنشون گذشته آیا میتونن بیان آمریکا ادامه تحصیل بدن وارد بازار کار بشن، یعنی محدودیت سنی داره، آیا دیر شده؟ و پرسیده بودن که کلا تحصیلات تکمیلی آیا محدودیت سنی داره یا نه؟ نه، محدودیت سنی خب اصلا از لحاظ قانونی ممنوعه که اصلا پرسیدنش و هیچ محدودیتی نداره، ولی برای خود شخص سخته، یعنی اون تفاوت فرهنگیه قطعا وقتی سن میره بالا سخت‌تره، یادگیری زبان سخت‌تره و این مسائلی که تصمیم شخص تاثیر میذاره. ولی اگر کسی واقعا تصمیم گرفته که ادامه تحصیل بده یا یه جوری حالا حتی مستر بخواد آمریکا بگیره و بیاد سر کار، نه همچین چیزی نیست و دانشگاه هم قانونا نمیتونن همچین کاری بکنن که چیه محدودیت سنی بخوام بزنن. توی حتی موقع استخدام چند تا چیز هست که حساسن و میگن موقع استخدام نباید پرسیده بشه و اصلا تصمیمی گرفته بشه برای اون. یکیش جنسیت و سن و مذهبه، یعنی اینا اصلا هیچ اگه کسی اینا رو دخیل کنه تو استخدام خلاف قانونه. درسته. سوال بعدی هم که یکی از خلاصه بگم این که خیلی شخصیه که حالا
مدت زمان میانگینی که بتونن وارد بازار کار بشن، حالا چه از نظر قانونی چه از نظر تجربه، این تایم چقدره؟ یعنی میتونن بلافاصله حتی بعد از اینکه تحصیلاتشون تموم شد وارد بازار کار بشن یا نه؟ آره، من اینو گفتم چند دقیقه پیش که شما اصلا باید کار پیدا کنید بعد فارغ التحصیل شین. یعنی اکثر کسایی که میرن اینجا سر کار توی اون سال آخرشون، اون ترم آخر دانشگاهشون کارشون رو پیدا کردن و خداحافظی که میکنن سر کار ممکنه مثلا یک هفته مثلا فقط استراحت کنن و یا مثلا اسباب پیشی کنن و از هفته بعد برن سر کار و زندگی نمیتونی از پس زندگی بر بیان اگر که مثلا بخواسته باشی مثلا 6 ماه کار نکن. PhD شما وقتی فارغ التحصیل میشین زمانیه که از قبل کارو پیدا کرد. درسته. حالا این کار میتونه کارآموزی باشه. خب خیلی ها میگن کارآموزی، اینترنشیپ، که این آره ممکنه آسان‌تر باشه، پولش کمتر باشه ولی آسان‌تر باشه گرفتنش، چون فقط به دانشجوها میدن اینو و اگه تو اون دوره خوب کار کنی معمولاً 80-90% تو همون جایی که اینترنشیپ رفتن همونجا هم فول تایم هایر میشن. ولی قاعدتا که خیلی زحمت ممکنه داشته باشه اون اپلای کردن برای جابا، ولی قاعدتا شما گپی بین تحصیل و کارتون نباید باشه. خب سوال بعدی چی بود؟ درسته. سوال بعدی راجع به گرایششون پرسیده بودن که حالا شما گرایشتون مخابرات بوده. سوال اصلی که داشتن این بوده که حالا آمریکا فرق میکنه کدوم یکی از گرایش شما حالا ارشد بچه‌ها بخوان ادامه تحصیل بدن و مدرک بگیرن، حالا تو آمریکا اصلا تفاوتی میکنه با بقیه؟ نه تو ایران گرایش میومد دیگه مدرک، حتی تو ایران کلا از کلیات گرایش مخابرات هم حتی لیسانس گرایش داشت وقتی رو مدرک هم میومد گرایش، ولی اینجا که من دیدم همه الکتریکال انجینیرینگ بودن و حالا توی اون زمینه که دوست داشتن بیشتر کار میکردن و اون زمینه میرفتن سر کار. و چیزی که من این اواخر دیده بودم که تو همه گرایش ها تو همه حتی رشته شده بود اینکه بود که ماشین لرنینگ و این آرتفیشال اینتلیجنس اینها داشت میومد و خیلی مسائل قدیمی مخابرات رو داشتن با اون اپروچ رو حل میکردن. اینه که از لحاظ مثلا میشه کدینگ فقط همه چیز خیلی شبیه هم شده و خیلی مسائل قدیمی مخابرات دیگه حل شده است، یا اگه مثلا سولوشن جدید دنبالش باشن با همین ای آی و ماشین لرنینگ هستش. درسته. خب اگه دوستان بازم سوالی دارن بپرسن. شما در آخر اگر نکته‌ای هست که میخواین بگین؟ نکته‌ای که امیدوارم که همه چی توی ایران درست بشه، خوب باشه و اینقدر دیگه دانشجوها تو این حجم به فکر مهاجرت و اپلای نباشن و حتی ما خودمونم برگردیم و دیگه این از تصمیم و اراده ما خارجه، بعد جای بالاتری به دیگه از خیر شیطون بیان کنیم و بتونیم دوباره برگردیم. بله انشاءالله که همینطور باشه. خب ما با اجازهتون دیگه لایو کم کم به پایان برسونیم. مرسی از همه بچه‌هایی که اومدن همراهیمون کردن. مرسی از شما وقتتون شدیم. در آخر بازم یه چیزی
ذهنم میومد بعد فراموش میکردم. این بود که به سوالا خیلی هم به تحصیل بودم، به لیسانس بودم، به کار بود. آیا ممکن بعضی چیزا فراموش کنم، برای چیزایی توی ذهنم بود باز به تاپیک بعدی فراموش میکردم. ببخشید اگه مکسی بود. نه خواهش میکنم، دستتون درد نکنه. انشالله بازم در آینده مزاحمتون میشیم، همکاری بیشتر داشته باشیم. انشالله حتما. مرسی، ممنون. خداحافظ. خداحافظ از همگی.